درود تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم پنجشنبه 15 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه بازداشت شهروند تاجیکستان صالح صالحیوف در استانبول، درگذشت صاحبکار تاجیک دلشاد بصیر در استانبول ترکیه، رستم امامعلی به هر یک طلبه اعلاخوان پایتخت 300 سومانی استیپندیا میدهد. شرکت تازه‌کار به تشکیل پیرامید مالیوی و فریب مردم عیبدار می شود. روحانی زباندان زاده تاجیکستان حضرت عبدالحی امام خطیب مسجد مرکزی خبرسک تعیین شد. مثل سریال های ترکی در باختر یک مرد را برای زنا گروگان گرفتند. و اکنون تفصیلات خبرها. رسانه های ترکیه روز 14 اپریل از بازداشت 11 نفر در استانبول در جریان یک عملیات ویژه پلیس به ضد افراد مربوط به سازمان تروریستی داعش خبر دادند. این عملیات در 19 سروقه در 10 نویه استانبول برگزار کرده شده است. در جریان عملیات بنا به گزارش ها شهروند تاجیکستان صالح صالحیوف نیز دستگیر شده است. صالحیوف با درخواست مقامات تاجیکستان توسط اینترپل در جستجوی بین المللی قرار داشت. نام او در روی خط اینترپل در بین آنهایی بود که با خط سرخ نوشته شدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هنوز با درخواست آنها در ترکیه بازداشت شدن صالح صالحیوف را شرح ندادند و هنوز روشن نیست که او مشخصا به چه عیبدار می شود. به حساب مقامات تاجیکستان در سالهای آخر بیش از 2000 نفر از زادگان این کشور به کشورهای جنگ زده خاور میانه رفته به صف سازمانهای افراطی و تروریستی به مثل داعش پیوستند. ترکیه و استانبول یک مسیر اساسی سفر جنگجویان خارجی داعش و گروه‌های دیگر تروریستی مستقر در سوریه و عراق به شمار می رود. وقتهای آخر بعد شکست سخت داعش در سوریه و عراق جنگجویان آن باز هم توسط ترکیه تلاش دارند به کشورهای خود برگردند. دلشاد بصیر صاحبکار تاجیک در شهر استانبول ترکیه در سن 45 از عالم چشم پوشید. درباره علت مرگ صاحبکار در چنین سن جوان چیزی گفته نشده است. دلشاد بصیر از تبار ادیب شناخته تاجیک و سردبیر مجله در زمانش مشهور خورپشتک بصیر رسا بود. او مدیر کل شرکت گلوبال موتورز بود. این شرکت در دوشنبه تأسیس یافته در ترکیه و امارات متحده عرب و خیتای نمایندگی خود را داشت. گلوبال موتورز طور در معرفنامه‌اش در سامانه رسمی این شرکت گفته می شود اساساً به وارد ماشین‌های بارکش، تکنیک ساختمانی، روغن ماشین و دیگر قسم‌های احتیاطی چنین ماشین‌ها مشغول می باشد. دادستانی کل تاجیکستان از آشکار شدن فعالیت باز یک پیرامید مالیوی خبر داد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات دادستانی کل، نمایندگان شرکت تازه‌کار در شکل پیرامید مالیوی در شهر دوشنبه، ولایت سوغد و ختلان عمل میکرد و این گروه جنایتکار خود را نماینده تشکیلات خارجی شرکت افیناش که گویا با تشکیلات‌های به استخراج، نگهداشت، کارکرد و فروش نفت، گاز، طلا و دیگر اشیاء خام مشغول بوده همکاری دارد معرفی نموده با وعده دادن فایده کلان برای مبلغ گذاری به شرکت افیناش زیاده از 300 نفر شهروندان را جلب نموده از آنها در حجم از 100 تا 4000 دلار به صورت حساب بانک های بیرون از کشور خود به مبلغ عمومی زیاده از 150,000 دلار گذرانیدند. در حال حاضر 2 نفر از تشکیل کنندگان این پیرامید مالیوی دستگیر کرده شده جستجوی دستندکاران دیگرش ادامه داشته است. ضمناً کمیته انداز تاجیکستان شرکت تازه‌کار را هنوز 2 سال پیش به سرپیچی از پرداخت اندازها عیبدار کرده 17 اکتبر سال 2019 بر روی خط سیاه اندازه‌پارندگان بی‌مسئولیت وارد کرده بود. دادستانی کل تاجیکستان از شهروندانی که در نتیجه فعالیت غیر قانونی شرکت‌های افیناش و تازه‌کار ضرر مادی دیدند
یا اینکه اوید به فعالیت غیر قانونی این گروه جنایتی معلومات دارند، خواسته است که به دادستانی مراجعت نمایند. بار اول یک زاده تاجیکستان در روسیه به مقام امام خطیب مسجد مرکزی یک منطقه بزرگ تعیین شد. روز 13 اپریل در روز اول ماه شریف رمضان، مفتی اعظم مفتیات مسلمانان منطقه های آسیای روسیه حضرت نفیق الله اشیروف با پیشنهاد مفتی منطقه شرق دور حضرت رمضان علیف زاده تاجیکستان حضرت ابوالحی امام قلوف را امام خطیب مسجد مرکزی کشور خباروفسک تعیین کرد. حضرت عبدالله امام قلوف ملتش لقای سال 1982 در تاجیکستان به دنیا آمده، حالا شهروند روسیه می باشد. عبدالحی اسم دویم این روحانی بوده. نام رسمیش در شناسنامه امام قلوف جمعه نظر خدای نظرویچ است. او زن و 6 فرزند دارد و بنا به اطلاع مرکز مطبوعات دست کم 10 زبان روسی، عربی، ازبکی، تاجیکی، قرغیزی، تاتاری، ترکی، آذری، خطایی و انگلیسی بلد می باشد. روز 11 اپریل در ناحیه اسلیمای جمهوری قومی روسیه طبیب انستزیولوژ بیمارستان مرکزی این ناحیه پولودوف غیبولوجان صابرجانویچ از عالم چشم پوشید. اگر عمر وفایش میکرد 1 ایون سال 2021 دکتر پولودوف به سن 60 میرسید. پسر او گفته است که پدرش از بیماری شش فوتید، ولی ظاهراً وضع سلامتی او را کرونا ویروس بدتر کرده است. حالا خویشاوندان تلاش دارند تا تربت دکتر پولودوف را به تاجیکستان برده در زادگاهش اسفره به خاک سپارند، ولی اگر این میسر نشود پس او را در نیژنیوارتوفسک به خاک می سپارند. غیبولاجان پولودوف سال 1961 در اسفره به دنیا آمده. سال 1984 دانشگاه طبی تاجیکستان و سپس در بیمارستان رقم 3 شهر دوشنبه اینترناتورا را با اختصاص انستزیولوژ ریانیماتولوژ ختم کرده است. او بیش از 20 سال در بیمارستان اسفره همچون انستزیولوژ ریانیماتولوژ کار کرده. سال 2007 به روسیه کوچ بست. دکتر پولودوف 3 سال اول در پنزا کار کرد و سپس ماه فوریه سال 2010 به بیمارستان مرکزی اسلیما به کار گذاشت. او در اینجا 11 سال همراه طبیبان دیگر از تاجیکستان، جراح بختیار شریپوف، تراپیوت اکبر قرایف و طبیب عمومی جانبدین نوروف به مردم خدمت میکرد. سرطبیب بیمارستان مرکزی اسلیما تاتیانا کولیکووا میگوید مردم از کار طبیبان تاجیک خیلی خوش و راضی بودند. مردم در مورد آنها همیشه نظر نیک داشتند و دارند. غیبالله صابرویچ مثل دیگر همکسبانش از تاجیکستان طبیب خیلی مسئولیت شناس و پاک وجدان بود. نسبت به بیماران خیلی با توجه بود و نسبت به کهنسالان با احترام زیاد مناسبت میکرد. روسیه در سالهای اخیر با ارائه امتیازهای فراوان توسط برنامه پریسیلینی برای جلب متخصصان حرفه‌ای برای کار و زندگی دائمی در روسیه تلاش زیاد به خرج می‌دهد. توسط این برنامه صدها هزار از زادگان تاجیکستان از جمله چند هزار طبیب به روسیه کوچیدند، ولی در حالی که ساکنان با امید به دست آوردن راحت به یک زندگی بهتر به روسیه می‌کوچند، صاحب نظران از یک پیامد ناگوار این تمایل، کاهش قشر باثبات و کاردان اهالی در تاجیکستان و فرار مغزا بانگ اضطراب میزنند. آنها میگویند کشورهای خارجی بخصوص روسیه متخصصان بهترین و با تجربه را از بین آموزگاران، طبیبان، مهندسان، استادها و نمایندگان کسب‌های دیگر گلچین میکنند و این باعث آن میشود که جای آنها را در تاجیکستان با نفران بی تجربه که تازه از دانشگاه بیرون شدند پر میکنند. 4 ساکن شهر بختر با اتهام غیر قانونی محکوم کردن از آزادی دستگیر شدند. بنا به فرضیه وزارت کارهای داخله، ساکن 45 ساله شهر بختر همسر 37 ساله برادرش را با داشتن مناسبت محرمانه با یک مرد 41 ساله ساکن جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان گمانبر شده. طبق مصلحت پیشکی همراه 3 شریکش مرد 32، 27 و جوان 25 ساله ساکنان شهر بختر روز 21 مارس ساعت 15:30
ماشین این مرد را در دهه غیرت جماعت زرگر منع کرده او را از ماشین بیرون برآوردند. سپس برخلاف اراده و خواهشش او را به افت طبقه تایوتا کامری سوار کرده به حجره منزل استقامتی خواهرش واقع در شهر بختر برده در آنجا نسبتش زورآوری نشان داده دست و پایش را بسته جراحت‌های جسمانی رسانیده زیاده از 3 ساعت او را غیر قانونی از آزادی محروم کردند. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله نسبت به گمان برشوندگان بر اساس قسم دوم ماده 131 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. بر اساس این بند قانون به این 4 ساکن بختر همچون مجازات از 3 تا 5 سال زندان تهدید می کند. نظر خود دستگیر شده و به اتهام به ضدشان اعلان شده دسترس نیست. وقتهای آخر در اینترنت ویدیوهای زیاد مجازات خودسرانه زنان و مردان برای علاقه‌های محرمانه غیر شرعی نشر می شوند. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.